دورش رو میبینید طلایی شده، معمولا اون موقع است که دیگه باید از اون روش کرد. حالا من کاتش میکنم، جوری تیکه تیکه میکنم ببینم چه خبره. خب همونجوری که میبینید من اون قسمت پایینشم کامل جدا کردم. این هم کوکو سیب زمینیتون. کوکو سیب زمینی اصلا با روغن شوخی نداره. شما اگه دریای روغن هم بریزید توی مایتابه، بعدش میبینید انگار که اصلا توش روغن نیست، ولی نسبت به کوکوهای دیگه باید روغنش بیشتر باشه. اینو در خاطر داشته باشین. من اینا رو از اون رو میکنم و دیگه درش رو نمیذارم، با شعله کمتر میذارم بمونه که اون ورش هم همینجوری برشته بشه، بعدش دیگه تموم میشه.